ویدیو بررسی میکنیم که چجوری با پلتفرم بولیکس بتونیم ولت مناسب سودده رو پیدا کنیم و براش علت بذاریم. توی ویدیو قبلی که GMGN رو بررسی کردیم، پلتفرمی بود که باش ولت ها رو میافتیم، ولی اشکالش این بود که سریع نبود، چون چارت های توکن هایی رو که خریداری میشد رو نمیتونستیم ببینیم آنی و یه مقدار این باعث میشد هی بریم توکن رو باز کنیم، چارتش رو ببینیم و سرعتمون پایین بیاد. ولی توی بولیکس این مشکل رفع شده و یه سری امکانات دیگه هم داره که توی این ویدیو بررسی میکنیم که چجوری با پلتفرم بولیکس بتونیم ولت مناسب سودده رو پیدا کنیم و براش علت بذاریم و غیره. برای این کار اولین کار اینه که بیایم توی سایت bulix.io که لینکش در دیسکریپشن هست و کانکت تو تلگرام رو بزنیم. حالا اگه تو دسکتاپ هستیم تلگرام تحت وب رو میتونیم باز کنیم که البته باید بریم توی وب تلگرام، حالا یه کدی میده، اون کد رو باید اسکن کنیم تلگراممون را بیفته تحت وب، و یا اینکه تلگرام دسکتاپ رو نصب کنیم. خب حالا اگر که تلگرامتون رو از طریق QR کدی حالا تلگرام موبایلتون وصل کنید، اینجا تحت وب تلگرامتون رو خواهیم داشت و یه دکمه هم اینجا اوپن این وب توی بولیکس ظاهر میشه. بولیکس رو اینجا ببینیم و لاگین میزنیم و اوپن. خب اینجا میگه کانکتینگ. خب اینجا دیگه ما به بولیکس وصل شدیم. همینطور که میبینیم اینجا یه سری توکن هایی ساختند و اینا توکن ها وقتی که از اینجایی که ساخته میشن توی نیو کریشن به یک حالا مارکت کپ رو میرسن، میان توی about to graduate و نهایتا هم به یه تعدادی دیگه برسن graduate میشن و بعد از این میتونن توی حالا جایی مثل تکست اسکرینر و جای دیگه لیست بشن و اونجا هم دیده بشن. ما برای استراتژی که میخوایم ولت درست رو پیدا کنیم هم میتونیم از همین اکسپلورر بریم، اینا همشون از مارکت کپ ها یکسان 5 که چون نیو پیرن، ولی تو ترندینگ این چنین نیست. یعنی اگر بگیم توی مثلا 24 ساعت گذشته، چون میخوایم یه ولت هایی رو پیدا کنیم که بیش از 24 ساعت عمرشون باشه، حتی شاید تا یه هفته 2 هفته عمرشون باشه و بخوایم چند ماه شاید حتی ازشون استفاده کنیم. بعد از چند ماه ممکنه که طرف ولتش رو تغییر بده به هر دلیلی، حتی ممکنه که هر روز تغییر بده چون دوست نداشته باشه که ولتش ترک بشه. به هر صورت بر حسب مارکت کپ اگر اینجا سود کنیم، در واقع اون ولتی رو که اومده اینا رو از پایین پایین خریده تا بالای بالا و سودای فضایی کرده رو پیدا کنیم. تو تریدرها کار داریم که ببینیم که این تریدرها تو چه نقطه خریدن و چه نقطه فروختن. اگر که تریدشون خوب بود ما اونا رو دنبال کنیم. خب برای اینکه یک سری از توکن های حقوق بازی رو فیلتر اوت کنیم، تو همون فیلتر در واقع یه سری مشخصات رو میگیم نباشد. میت اتنتیکیشن دیسیبل باشه، یعنی که طرف نتونه دوباره هی تعداد توکن رو زیاد کنه، فریز نتونه بکنه و LP برن باشد، یعنی یه سری توکن رو سوزونده باشه. 10 تا هولدر اولشون بیش از 10% رو مثلا نداشته باشه، یه دونه رسانه داشته باشه مثلا توییتر. خب کیورد خاصی هم اگه بخوایم اینجا میتونیم بزنیم، لیکویدی و ولیوم و مارکت کپ و تعداد ترانزکشن و تعداد سل و بایش رو هم میتونیم تنظیم کنیم که حالا اینا هم فعلا کاری نداریم چون از اون ور میتونیم سورتش رو کنیم.
خب حالا از این ور مثلا بر اسم مارکت کپ صرف کنید، ببینیم چیه. دیویدند، یعنی سود بانکی، مثلا سود سهام. چارتش رو ببینیم. اینجا هم باز برای اینکه بتونیم ببینیم چقدر رشد کرده، به فرض 1 ساعته میذارم. بله این به درد نمیخوره. چرا؟ چون 1 ساعت اول رفته بالا و بعد دیگه اومده پایین. یعنی شاید هم ببینیم از چند اومده، از 65 کپ مارکت کپش ما رو پرایس میذاریم که قیمتش رو میخوایم ببینیم چقدر تعریف کرد. از 3 تا 0 2 میگم 4 تا 0 7. خب مثلا حالا بگیم دیگه نهایت 10 برابر شد از این پایین تا اون بالا و حالا کار شاقیه نکرده تو این فضا. پس ما حالا این رو روی 5 دقیقه میذاریم ببینیم به چه صورت اصلا اومده بالا. به صورت افتان و خیزان بود، یعنی اول افت کرده رفته و خب بد نیستش این. حالا ولی یه مقداری عجیبه که هیچ کندری قرمز نشده، یعنی هر کندری که بسته شده بالاخره سبز بسته شده ولی از اینجا افت کرده. حالا چیزی نداشته. حالا به فرض همین رو بخوایم تاپ تریدرش رو پیدا کنیم، یعنی اینجا میگیم که کی از همه پی ان ال بیشتری داره. خب حالا میگیم که حالا یه چیزی هست به نام اسنایپر. این هم جالبه که اونا که سریعتر از همه میخرن اسنایپرن. حالا اینجا همشونه، اینجا اسمارت مانیاشون نوشته که مثلا این 3 تا به نظر اسمارت مانی بوده چون پی ان ال بالایی داشته. بعد 173 سول خریده، 600 تا فروخته، یعنی چند برابر شده پولش. 2 دهم خریده، 480. این مثلا به نظر خیلی ولت خوبی میاد که حالا این ولت رو روش که وای میستیم هم یه سری اطلاعات میده و توش هم میتونه بریم. یعنی روش که وای میستیم اینجا پی ان الش رو 30 روز وین ریتش 1.8 بوده ولی این تو 30 روز ضرر کرده. ولی امروز یعنی سر این توکن سود خیلی بیشتری بازدهی خوبی نداشته به نظرم. با اینکه حالا کلا اینجا $1000 درآمد داشته از هیچ، تقریبا از هیچ، ولی با اینها رشدی نداشته، روندش موجوده. از این کاری نداره. حالا پورتوفوش هم باز میشه دید دقیق‌تر، ولی بریم به یکی که ارزش بیشتر. این یکی هم خیلی خوبه. $1 رو به $780 $770 هستی که $700 تقسیم کرده. پی ان الش که $300، 30 روز پی ان الش که $1 میلیون، 99% میره. این به ظاهر ایدئاله. کلیک میکنی روی این ولت، این کاری که کرده رو نوشته یا خریده رو فروخته و میبینیم خیلی خرید فروش میکنن. یا رباته، یعنی کار هر کسی نیست. این یه رباتی که سخته مگه اینکه بذاریم بگیم کپی ترید کنه از روش. بعد وقت پولمون باید از این بیشتر باشه که بتونیم مثلا این اگر میلیون داره ما باید 2 میلیون بذاریم که در واقع پولمون کم نیاد که در مجموع درصد ریت و چیزامون جور در بیاد. خیلی خوب شد اگر پولمون کم میاد و یه سری کار انجام نمیشه و ریت خراب. و حالا اون چیزایی که پوزیشن اکتیوش رو نگاه میکنیم، خب میبینیم همه تو سودن به جز این یه دونه که ویلفه که خب این توجه رو جلب میکنه، یعنی که یه چیز ترتازه‌ای. الان ویلفه حالا چندان هم ترتازه نیستش، ولی شاید مثلا این به خاطر اینکه
فکر کرده حالا نموداره جای خوبیه خریده، بعد دیده نه، چون این ببینید روی مقاومت بوده، فکر کرده این دوباره میخوره به این مقاومت، خریده و حالا ریخته. دوباره حالا باید بره تا یکی مقاومت ببینید که میشه در حال این پلتفرم یه خوبی دیگه هم که داره اینه که شما میتونید اون شخص رو اد کنید به ولتتون که میگه مال کجاست و روش الرت بذارید که هر خریدی انجام داد یه صدای بلوگی بده، صدایی بده که بعد میان تو ولت ها الان داره هی بلو میکنه به خاطر این الرت داره. این الان ما 5 تا الرت گرفتیم، این داره این شخص خرید فروش. بعد بریم تو برای اینو آفش کنیم تو بخش ولت، حالا 2 تا بخش ولت هم داره دیگه، خودمونه که ولت بکر که اینجاست توی اینجا این داره خرید میکنه ولت مختلف داره در شاید بشه صداشون رو برداشت کنیم. اینجوری که یه مدت بشه نگاه کنیم واسه نگاه کنیم ببینیم مثلا چی داره خرید فروش میشه. سند، ورم، سند، نیور، پیت، بند، کامپین، پی، دوباره پی، پی چیه که تو دفعه پیمه یه چیزی بود که ریخته، حالا انتظار دارم بیاد به سقف قبلیش که $200 برسه، یعنی 20 آره دیگه 15 برابر مثلا چه پولشون حداقل یه همچین انتظاراتی دارم. معمولا این پیش نمیاد من با چند اصلا مبارزه میشن و به این صورت. حالا اگه بخوایم یکی از این فالووینگانی که مثلا این هستش از حالت فالووینگ در بیاریم هم من دارم کلیک کنیم و استارش رو برمی‌داریم.